با استیچ تو ماشینیم. استیچ خوشش میاد که تو ماشین میشینه حال میکنه، دوست داره نگاه کنه. اوکی. هوای آفتابی باحال. امروز 20 چندمه؟ آپریل. خب رسیدیم به طرف گوچیار تاور. بریم اونور سمت چپ رو بگیریم. فعلا توی مرکز اتوباری هستیم همراه استیچ. داریم میریم خونه. استیچ ska vi hem baba, eller? Ja, är du glad baba? Ja, vi ska det också. Stitch! خوش به حالت که تو خامنه‌ای کسکش نمیشناسی. یه اما به یه کسکش دروغگوه که میگه خدا تو دهن ما میذاره. میگه خدا هیچ سوراخ دیگه پیدا نکرده جز دهن من. کسکشا عجب شوخیای مزخرفی میکنم با این ملت، با یه مشت گاف و بقیه همش کسکش مفخور به اسم سردارای سپاه ریختن. کسکشا تیرش ما خوردیم، ما 5 بار زخمی شدیم و همه رفیقای ما کشته شدن، اینا آمدن شدن سردار. کسکشا برای خودشون مثل با حسنیه تاریخ درست میکنن. کردستان در حال گریل کردن، کردستان در حال کون دادن به باجناق. اول صبح نشستیم دوباره کیر خر میگردیم پنیر بخوریم. کسکشا بیا تمام برات داستان تعریف کنم از درگیری ها و از جبهه. کسکش به اندازه مصنوی قصه دارم. جلو چشم و مغز این بچه ها متلاشی شد. چقدر انسان بیگناه و جوانایی که کشته شدن. خود مالی که اون موقع هنوز 16-17 سالمون بود، خواهر تگاهی دو خوابیدیم. الان هم که هیچی تموم شد و عمرمون گذشت توی سوئد و نروژ و توی غربت. اما خارکستا یعنی حاضر نیستم دلم برای ایران و ایرانی و برای جماعت و محیط تنگ شده. بیشتر عمرم اینجا گذشت، اما حاضر نیستم یک لحظه با شما باشم، توی مملکتی باشم که شما مسئولیت چه دارید. واقعا حاضر نیستم هر چقدر اینجا غربت میکشم. اما خب دیگه خارکسته اینجا آزادم. نه پلیس میخواد بگه چرا آسینت کوتاه، نه پلیس میخواد بگه چرا دخترت رفت، چرا این یکی اونم ماش کرد، چرا این یکی چون لخت اومد بیرون. پس این مسخره بازی اینجا نیست. تکلف اینجا یه آزادی هست که این شوخی ها و این مسخره بازی ها نیست. اینجا دیگه باجناق کونه باجناق نمیذاره و بعد بیان نماز جماعت بخونن و مردم رو بگیرن. نه اینجا نه. باجناق اگه کونه باجناق هم بذاره، هر کاری هم بکنه، خیلی علنیه، خیلی راحته. ما به خونه دارن میشینن، هر کی دوست داره کون میده، هر کی دوست داره میکنه، هر کی دوست داره میره مسجد. کسی به کسی کار نداره. مثل شما کسکشان نیستن که همه چیزتون مسخره، همه چیزتون دروغه. اسلامتون دروغه، قرآنتون دروغه، تمام اماماتون دروغن. کسکشا چشم هم دیگه ندارید. این مسلمون اون یکیه میکشه، این یکی مسلمونه اون یکیه میکشه.
قرار بود قوانین خداوند باشه، حاکم باشه، شد قوانین کشیریه یه مش آخوند. 1400 سال خدا دکونش بس رفت، 4 تا کلام باید 2 تا عرب گفت و رفت، خدا دنبال کارش. یه مش کسشه درست کردید اجتهاد میکنن. کسکشی اگه اجتهاد بود بچه همه بدبختیه. یه همه اجتهاد، کدوم اجتهاد؟ یه مش مجتهد کسکش چونی بیرگ ریختن. نه همین اروپایی ها گرد، البته ما داریم یه بحث میکنیم راجع به خودشون، بحث نمیکنیم، بحث سیاسی نمیکنیم. بله دیگه اینجا انگلیسی ها و فرانسوی ها و سوئدی ها و نروژی ها اینجا نمیان توی ایران و عراق پناهنده بشن. کسکش شیر زدید به کدو. کسکش ها یکیتون مثنوی مولانا رو با انبار برمیداره، یکی نمیدونم با توفکه برمیداره، یکیتون میگی نه مولانا حضرت مولانا بسیار نیکو گفته است و استاد اخلاق، و یکی میگید مولانا نمیدونم با شمس کنی میکردن. کسکی شد مزخرفاتیه میگید. بهشتتون هم که جنده خونه است، بهشت هم که بهشت نیست، فقط دنبال سوراخید. خاک تو سرتون کنن خارکستا، خاک تو سرتون کنن. ارزشتون همینه. مردمونی هستید محصور مانده، یه خود چکاشتون کردن، هنوز دنبال این اسرائیل ما پس میگیریم اونه پس میگیریم. کسکشا خاک تو سرتون کنن. بچه های تو خیابونای ایران، تو خیابونای تهران، بچه های بیچاره دارن زجر میکشن و کسکشا افتادن. بچه های فلسطین، بچه های نمیدونم فلان. من هیچ مخالفتی ندارم که به بچه ها تو دنیا باید کمک بشه. بچه ها بیچاره ها بی آزارترین موجودات روی کره بدبخت ها. اما خارکست مادر قبا نه از درن کثیف کیری شما، یه مش چونی مادر قبه کسکش بیناموس که نه زهرا براتون محترمه نه خدا براتون محترمه. اصلا شما میشاشید به پیغمبر و خدا و قرآن. شما اصلا اعتقادی به این چیزا ندارید. من قسم میخورم شما هیچ اعتقادی ندارید. کسکش آدمی. ما اینجا بچه مسلمانایی هستن که بعضی وقتا من اینجا باشون کار میکنم، بعضی بچه مسلمان ها هستن که خدا شاهد آدم از این همه اخلاق شرمگین میشه، اصلا باورت نمیشه از این همه اخلاق. کسکش ترجمان شما از اسلام چیری ترین ترجمانیه که من توی عمرم دیدم. اینجا با هر مسلمانی حرف میزنی میگه شاش میکنه یه جمهوری اسلامی، میگه نه مسلمون نیستن. میگه آخه بابا این چه اسلامیه؟ میگه نه با خدا اینا مسلمون نیستن، اینا موجب شرمن. کسکش نشستن رهبر معظم دفت کس اول تا آخرتون خواهر کس مادر. هرچی میگم اصلا تمام نمیشه. یعنی باید گرفتتون چوب تو کونتون کرد کسکش.